تأثیر کود کوکائین بر محصول خیار. خیاری که از انواع سیفیجات پرمصرف در سبد غذایی انسان می باشد و در کشور عزیزمان ایران اکثراً در بین گلخانه‌داران برای کشت انتخاب می گردد. مسئله مهم و حیاتی در کشت و برداشت محصول خیار، حفظ کیفیت و افزایش کمیت این محصول در تمام دوره مد نظر می باشد. محصول خیار همواره با مشکلاتی نظیر کاهش نرخ تبدیل شدن گل به میوه، ریزش محصول در ابتدای تشکیل شدن میوه، کاهش سایز و ریز ماندن درگیر می باشد. یکی از علل اصلی آن کمبود کلسیم و پتاسیم می باشد که نمی توان با استفاده از ترکیباتی مانند نیترات کلسیم و یا سولفات پتاسیم آن را رفع نمود، زیرا با یکدیگر واکنش نشان داده و از دسترس گیاه خارج می شوند و علاوه بر هزینه بالا کارایی پایینی به جا می گذارند. کود کوکائین برای اولین بار در جهان با ارائه مولکولی جدید و تأمین همزمان کلسیم و پتاسیم بدون ایجاد ناسازگاری و قدرت جذب بسیار بالا راه شما برای دستیابی به محصولی بیشتر و با کیفیت تر هموار کرده است. کوکائین محصولی از آنورل.